صحنه 24 اپریل سال 2023 در شبکه‌های اجتماعی نواری نشر گردید که در آن حالت مناقشه خوانندگان مکتب میانه رقم 8 شهر دوشنبه انعکاس یافته است. در ویدیو دیده می شود که در اولای مؤسسه تعلیمی چند خواننده یکی دیگر را احاطه کرده از گریبانش میکشند و سپس همکسه او را زیر مشت و لغت میگیرند. مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه علاقه بعد چند ساعت نشر این نوار خبر داد که در نتیجه سنجش از جانب کارمندان این میلیسیا معاین کرده شد که حادثه مذکور صحنه 24 اپریل تقریبا ساعت 12:40 در صحن مکتب رقم 8 رخ داده. خوانندگان صنف 8 با سبب‌های ناچیز یک نفر صنف 7 را لطوکوب کردند. بنا به اطلاع میلیسیا پایتخت تاجیکستان وابسته به حالت مذکور، کارمندان میلیسیا با خوانندگان صحبت و ملاقات و کارهای فهم مدتی گذرانیده مسئولان مکتب میانه رقم 8 برای بی‌اهمیتی آگاهانیده شدند. همزمان نسبت والدان سه خواننده طبق طلبات ماده 90 کادر حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای رعایت نکردن قانون مسئولیت پدر و مادر در تربیت فرزند پروتکل مأموری ترتیب داده برای چاره‌جویی به مقامات دخلدار ارسال کردند. به این والدین بر اساس ماده 90 همچون جزا، آگاهی و یا جریمه به اندازه از 3 تا 7 نشان دهنده برای صبح‌ها تهدید میکند. امسال یک نشان دهنده برای صبح‌ها برابر 68 تومانی و از این رو پدر و مادر این سه خواننده را میتوانند به مبلغ از 240 تا 476 تومانی به فایده دولت جریمه بندند.